میدونی داستان از کجا شروع شد؟ داستان از اونجا شروع شد که این دوست من حسف سر کارش سالها پیش رفت سوریه و یه چند سالی اونجا زندگی کرد و کار کرد. اونجا عاشق یه پسر خیلی خوب شد که پسر سوری بود و مام باباش هم معلم بودن و خواهراش جای دیگه دنیا زندگی میکردن. یه پسر بود. بعد دوتا که با هم سالها بودن و رفت آمد خانوادگی داشتن و حتی مام بابای دوستم رفتن خانواده اونا رو دیدن. خانواده دوست من پزشک بودن مام باباش. یه آدمای با بی‌حجابه، با یه آدمای معمولی که درس خونده بودن و زحمت کشیده بودن و آدمای خوب و انسانای شریف. این دوست من وقتی که خواست ازدواج بکنه با اون پسر، خانواده‌اش که تا قبلش پذیراش بودن یه دفعه مخالفت کردن. حالا تا جایی که من یادم میاد دیگه. و مخالفت کردن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگفتن اینا حزب الله هن. اگه که مردم ایران حزب الله نیستن چرا هیچ کار نمی کنن؟ این روزا خیلی یاد این داستانه میفتم و یه بغض عجیبی میگیردم که چقدر ما میتونیم دنیا رو به یه جای ناامن و نامرد تبدیل بکنیم. اون موقع راستش نمیفهمیدم زیاد، یعنی هی میگفتم اینا که آخه مثلا معلمن، تحصیل کردن، آخه چرا نمیتونن جدا کنن ما رو؟ خبرها رو مگه نمیشنون؟ اینا که دیده بودن خانواده تو رو. ولی این روزا دیگه خوب میفهمم. اینجوریه که پرنده ها بیبال میشن، چون نقوش سنتی اونا رو در بر میگیره. چون سنت ها و افکار پوسیده قدیمی
الان اون دوستم از سوریه به یک کشور دیگه مهاجرت کرده و بچه داره. حالا چیزی که من میبینم واقعا ظاهرا زندگی خوبی داره و داره لذت میبره از زندگیش. حتی میترسم که این ویدیو رو براش بفرستم، اول خودش گوش بده، ببینم اجازه دارم که اینو پخش کنم یا نه، چون واقعا نمیدونم که حسش چجوریه. نمیدونم اصلا برش بفرستم نفرستم، یادآوری میشه چیه. یه پادکستی هست به نام چی کجا چرا، جانیان خیلی دوستشون داره، پادکست برای کودکانه. یه اپیزود داره در رابطه با اینکه دایناسورها چجوری منقرض شدن. بعد تو اون اپیزوده میگه که آره مثلا میلیون ها سال پیش یه شهاب سنگی برخورد میکنه زمین که اون شهاب سنگه دایناسورها رو از بین میبره و فقط دایناسورهایی باقی میمونن که خیلی کوچیک بودن و پر داشت، بال داشتن و بالای کوچیکی داشتن و اونا فقط تونستن زنده بمونن که همین میشن پرنده و گنجشکایی که مثلا الان رو کره زمین میبینیم و اینا. حالا فکر میکنم که به جای اینکه دیگه این بار شهاب سنگ به زمین بخوره تا نسل یه سری موجودات منقرض شه، و اونایی که امیدوارترن و جنگجوترن باقی بمونن. شهاب سنگ نیست دیگه، این اینترنت احتمالا. هرچه امیدوارتر باشی و جنگجوتر باشی و هدفمندتر باشی میتونی دووم بیاری، انقدر که این خبرها وحشتناکه و دنیا خبرهای بد ازش میاد. بعد یه دفعه میبینی یه گنجشک کوچولو اومده داره از نونی که جلو خونه افتاده رو زمین میخوره. امیدوار میشی بعد دوباره به زندگی.